سلام، خوش اومدید به چنل شهر قصه. به نام خدا. این داستان گردنبند مروارید. در گذشته های دور در شهر بجنور دختر سلطانی بود که از دانش پزشکی سررشته داشت. روزها به همراه کنیزکی از کنیزان خود به صحرا می رفت و از میان گیاهان گیاه دارویی می چید و با بغل پر به قصر باز می گشت. روزی دختر سلطان طبق معمول با کنیز خود به بیابان رفت و چادر زد و سپس شروع به چیدن گیاهان دارویی کرد. خسته که شدند هر دو به چادر بازگشتند و به خوردن غذا پرداختند. از این سو جوان شکارچی که شکاری به دست نیاورده بود به چادر دختر سلطان رسید و سلام کرد. او را به غذا دعوت کردند. جوان از اسب به زیر آمد و به داخل چادر رفت و در آنجا به یک نگاه نه به یک دل بلکه به 100 دل عاشق دختر سلطان شد. اما در این میان کلمه‌ای بر زبان نیاورد و دختران هرچه در انتظار بودند که جوان پس از سیر شدن چادر را ترک کند نکرد. دختر سلطان که دچار تعجب شده بود مشتی طلا در پیاله ریخت و جلوی شکارچی گذاشت تا مگر بردارد و برود. ولی مهمان نه پیاله را برداشت و نه آنجا را ترک گفت و همچنان سر به زیر برده بود. دختر که چنین دید گفت حالا که تو اینجا را ترک نمی کنی ما می رویم. پس هر دو دختر گیاهان چیده شده را و وسایل چادر را برداشتند و بر اسب بار کردند و راه افتادند و رفتند. شکارچی هم سوار بر اسب خود شد و دنبال آنان به راه افتاد. دختر تا چنین دید شمشیر از نیام کشید و بر جوان زخم زد. شکارچی از اسب به زیر آمد و بیهوش شد. دختر سلطان قدری تاخت از راه ایستاد و به کنیز خود گفت انگار چیز تازه‌ای در من به وجود آمده که بیرون از این مرد نیست. حال گردنبند مروارید مرا بگیر و ببر و پیش او بگذار. زخمش را مرهم نه و ببند و از درمان او هیچ دریغ مکن. کنیز به جایی که جوان زخم برداشته بود و بر زمین افتاده بود رفت. بر زخمش مرهم گذاشت و آن را با دستمال دختر سلطان گره زد و گردنبند مروارید را در دست شکارچی نهاد و بازگشت. دختر سلطان هنگامی که گردنبند خود را به کنیز داد گفت اگر خوب شود با این گردنبند مرا پیدا خواهد کرد و اگر بمیرد گردنبند برای کفن و دفن او کافی است. شب که فرو افتاد نسیم خنکی وزیدن گرفت. جوان به هوش آمد و مشاهده کرد که گردنبند گرانبها در دستش است. او را گرفت و سوار بر اسب شد و به سوی شهر تاخت. شکارچی بهبودی کامل را به دست آورد. بر آن شد که به جانب دختر برود که حتی اگر پیش آمد جان در طلب او بگذارد. پس به این سو و آن سو رفت تا به وسیله گردنبند او را پیدا کند. گذشت تا آن روزی که کنیز دختر را در بازار دید و از او پرسید دوست تو به کجاست و این گردنبند متعلق به کیست؟ کنیز گفت او شاهزاده است و این گردنبند مروارید را به تو بخشیده است. شکارچی فهمید که دختر سلطان است و باید هر طور شده خود را به قصر برساند. فردا روز جوان به نزدیک قصر دختر رفت و دید رفت و آمد در آنجا فراوان است. شستش خبردار شد که هنگام عروسی است. پس سر اسب خود را کش کرد و سراغ پیرزنی را گرفت که گره گشای مشکل ها بود. جوان به پیرزن که رسید گفت که داستان من چنین و چنان است و حال هر طور شده پای مرا به درون قصر باز کن. پیرزن به حال شکارچی دلش به رحم آمد و گفت راهی شد تا به اتفاق پیش دختر برویم. پیرزن شکارچی را به درون قصر برد و دختر با دیدن او بران شد که شبانه از قصر بگریزند و از تن دادن به کسی که دوستش نداشت خود را خلاص کند. پس شبانه به همراه جوان از قصر به در آمد
و آن شهر را ترک گفت. آن دو چنان رفتند که باز هم به گرد پایشان نرسید. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. با لایک و نظرات قشنگتون ما رو حمایت کنید. ممنونم از نگاه‌های گرمتون. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.